سلام. امروز آموزش گل استانبورگ رو میخوام بهتون بدم بچه. گل استانبورگ خیلی ترند شده این روزا و میتونید روی انواع وسایل از جمله کوسه، رومیزی، کیف، کفش و چیزای دیگه میتونید استفاده کنید. خب برای این کار ما احتیاج داریم به سیم شماره 7 تهیه کنین یا دیگه از 5 پایین تر نباشه، 5 تا 7. احتیاج به یه الگو داریم. حالا هر الگویی که دوست دارین گلتون اون شکلی باشه، دو سرش تیز باشه یا بالش گرد باشه، حالت 5 باشه. این الگوتون، این سیمتون رو باید شبیه به این الگوتون در بیاریم. از یه وسیله کمک بگیریم. من اینجا مثلا از یه وسیله مثل این نوار تفلون کمک گرفتم. این سیم رو دور این نوار تفلون بپیچونین که این حالت بگیره و بعد این رو شبیه به این الگوتون کوچولوتر در بیارین. یعنی از این الگو باید کوچکتر باشه، حدوداً نیم سانت از لبه ها باید کوچکتر باشه. یک سمت این سیم باید کوچیک باشه، یه سمتش باید بلندتر باشه که ما بعداً باش کار داریم. خب این از الگوی من یه ذره بزرگتره، بعد یک ذره کوچولوترش کنم. این سیما با قیچی هم بریده میشه، اما اگه سیم چین داریم که بهتر، قیچیتون هم خراب نمیشه. خب به این صورت از الگوم کوچیکتر هستش و یه خورده از دوم این رو من نگه میدارم. خب برای گلتون هر چند تا از این نیاز داشتین درست کنین و در مرحله بعد ما نیاز داریم به پارچه از پارچه های مخمل و پارچه های ساتن میتونین استفاده کنین برای این کار. از پارچه های مخمل اگه استفاده میکنین سایه کار رو هم در نظر بگیرین. خب اینجوری عمل میکنین که پارچه رو به صورت برعکس میذارین، پارچه مخمل یا پارچه ساتنتون رو به صورت برعکس میذارین و بعد این سیم ها رو روی این میچینید. خب این سیما رو روی این پارچه‌تون میچینید کنار هم با فاصله حدوداً تقریباً 1.5 سانت تا 2 سانت. خب ببینین باید الگوتون رو که میذارین فکر کنین یه الگوی دیگه کنار این هست، نباید با هم تداخل پیدا کنه، خیلی نزدیک هم نذارینش، اینطوری. خب البته خود میارم پایین تا که پارچه زیاد هدر نشه. به این ترتیب اینا رو میچینید. یه خود فاصله هاشون بیشتر کنم. چون اینا میخواد برش بخوره گلبرگاتون خراب نشه. دو سانت بینشون فاصله بذاریم بچه. خب حالا بعد از این احتیاج داریم به زانفیکس متری. این زانفیکس ها بیرون متری 20 تومن هستش، عرض 110 هستش و اون اندازه‌ای که لازم دارین رو بچه باید ببرین. من از 2 لایه زانفیکس استفاده میکنم چون بهتر به هم دیگه بچسبم. من اضافه شو نمیبرم دیگه، تا میکنم. خب به این شکل بعد پارچه‌تون رو تا میکنین
روی این گلبرگاتون. خب برای اینکه سایه نیفته و اتو سایه نندازه بهتره یه پارچه دیگه روش پهن کنید بعد اتو بزنید. فقط اینکه یادتون باشه بخار اتو باز باشه و رو درجه 1 مونده به آخر اتوتون بذارین و برش دارید. توی فیلم فکر کنم مشخصه. خب یه ذره فیکس به این چسبیده. گلبرگ ها رد استیمشون کامل مشخصه. اینو برگردونین یک بار هم از پشت کار این رو اتو بزنید، مطمئن بشین که چسبیده. به نظر میرسه که کامل چسبیدن. بعد از این شما باید این گلبرگ ها رو کاملا طبق الگو برش بزنید. این گلبرگ هامون که آماده شدن، حالا باید این گلبرگ ها رو کار کنیم هرچی که دم دست داریم. من یه مقدار مروارید دارم و یه مقدارم مادام شکسته قرمز. نخ همرنگ استفاده کنین، سوزن گلدوزی. شروع میکنیم به تزیین گلبرگ ها. میتونین کنار گلبرگ ها رو حالت ساق دوزی بزنید. سوزن رو فرو میکنیم، یه بست همون اول بزنین تا محکم بشه. با این کار 2 تا تیکه پارچه به هم دیگه کاملا متصل میشه و دیگه موقعی که حالت میدین از هم دیگه جدا نمیشه. خب 3 تا مادام شکسته داخل سوزن میکنیم و اندازش رو اوکی میکنیم و سوزن رو رد میکنیم به سمت پایین پارچه. دوباره از وسط این سوزن رو میاریم بالا، از وسط مادام شکسته ها، یعنی میشه از وسطیش. 3 تا داخل سوزن میکنید. میخوام حالت ساق دوزی اینو بدوزم. دوباره اندازش رو نخو میکشین، اندازش رو در میارین. سوزن رو داخل پارچه میکنین، میکشین و دوباره میایم از مادام شکسته وسط، یعنی دقیقاً وسط کار از کنارش سوزن رو میاریم بیرون. دوباره 3 تا مادام شکسته، 3 تا یا 4 تا دل بخواهه. سه تا مادام شکسته اندازه میزنید، سوزن رو رد میکنید از پارچه. ببینید حالت کج کج میفته، به این میگن ساق دوزی.
دوباره از وسط بادام شکسته قبلی از وسطیش رد میکنیم و دوباره 3 تا بادام شکسته داخل نخ میکنیم و اندازش رو اوکی میکنین و حالت صاف باید روی پارچه قرار بگیره. اینو میکشید به سمت بالا، ببینید حالت کچ کچ مثل ساق دوزی، این رو میدوزیم. این همه بود، شما هم بود. خب این همه بود. بدون حالا میگه ما چجوری داریم. این یعنی رو من فوق العاده بدیم. خیلی خوش دارم هستش. این نحوه دو تا خیلی مهمه انجام کنید. این هم اتمام کار این گلبرگ. کامل بس بزنین و از پشت پوشش کنین. تمام گلبرگاتون رو به همین صورت باید کار کنید، یا به همین صورت ساده فقط دورش رو کار کنید، اینکه وسطش هم میتونین نگین بزنین. حالا من بقیه گلبرگ کارم کار میکنم. یه دونه رو به همین صورت نگه دارم، یه دونه دیگر رو وسط هاشو از اینا کار میکنم زیباتر بشه. خب به این شکل دور تمام این گلبرگ ها رو میسوزونیم و تمیزکاری میکنیم. گلبرگ هامون آماده شده. من از 6 تا گلبرگ وسط اینا رو از این کریستالای چند وجهی زدم و 3 تا مادام توی نخ کردم و از یه نقطه رد کردم. شما به هر صورتی که دوست داشتین میتونین اینا رو بدوزین. خب یه کارگاه کوچیک باشه بهتر هستش، چون مقدار کمتری از این نمدا هدر میشه. خب این کارگاه رو پارچه میکنین، یک پارچه یا نمدم نداشتین پارچه معمولی یه خورده سفت‌تر باشه، اینو کارگاه میکنین و شروع میکنین به دوختن این گلبرگ.
برای دوختن گلبرگ ها باید یک کاری انجام بدیم. بعد این سیمی که ادامه این گلبرگ ها هست رو شما توسط یک قیچی یا حالا هرچی که دم دست دارین اینو تبدیل به یک حلقه کنید. با یه سیمچین یا با یه قیچی اینو تبدیل به یه حلقه کنید که بتونید بدوزینش به این شکل. دونه دونه این حلقه ها رو شروع میکنیم به وصل کردن به این پارچه‌ای که این زیر داریم. یه مرکزی براش در نظر میگیریم. حول همین مرکز اینو میدوزیم. خب بست میزنیم، دور تا دور این سیم رو بست میزنیم. یه خورده از ابتدای این گل رو هم بست بزنیم. و محکمش کنید. برای اینکه گل لق نزنه یه مقدار از ابتداش رو هم بست بزنید. خب گل بعدی این یکی کار داره، گل بعدی رو باید ساده بذاریم. خب این گلا دوخته شد. همینطوریش هم گل خیلی زیبایی هستش. برای قسمت وسطش ما به دو صورت میتونیم عمل کنیم. میتونیم کریستال کار کنیم، کریستال اشکی، و وسطش رو پر کنیم. اونقدر از این استفاده کنیم تا این وسطش کامل پر بشه. هم میتونیم یه تیکه از این مخمل ها برداریم به صورت دایره این رو ببریم به صورت مربع ببریم، بعد به صورت یه دایره مرتبش کنیم. دوخت دوز هم میتونیم شبیه دایره این رو در بیاریم. و داخل این رو الیاف بذاریم. خب این تیکه پارچه رو
به صورت دایره ما میدوزیمش. اگه بخوایم وسطش رو حالت برجسته کنیم، این قسمت رو ما دایره وار میدوزیم. فیکسش میکنیم. خب اینو میتونیم همینطوری فیکس که کردیم اینو این وسط بذاریم بدوزیم و روشو کار کنیم. این حالت برجسته میشه. اما من نمیخوام این کارو بکنم چون دوست ندارم وسط گلم برجسته بشه. از همین چیزایی که دارم میام استفاده میکنم به صورت پراکنده. من این گل رو دوختم و آمادش کردم. حالا میتونین گل برگاش رو هر مدلی که دوست دارین حالت بدین. همینطوری به حالت صاف هم میتونین استفاده کنین، اما چون گل‌های استامپورک گل‌های برجسته هستن میتونین حالتش بدین و از گل‌ها استفاده کنین. هر حالتی که دلتون بخواد میتونین بدین. خب بعد این گل رو از داخل کارگاه میاریم بیرون و این قسمت پشتش رو قیچی میکنیم. مواظب باشین نخایی که کوک زدین رو قیچی نکنید. گل بسیار زیبایی هستش. این قسمت پشتش رو هم یه تیکه از خود مخمل به رنگ قرمز میتونیم برش بزنیم و پشت کار قرار بدین که این جای دوخت دیده نشه. البته نیازی نیست، اما برای تمیزی بیشتر کار میتونین این کار رو انجام بدین. هم میتونین کوک بزنین، هم میتونین اینو بچسبونین. خب گل ما آماده شد. گل بسیار کم هزینه و بسیار زیبا.